سلام دوستای عزیزم. معجزه های آیت الکرسی ها میخوام بهتون بگم. وقتی که ما وضو میگیریم همیشه بعد از وضومون آیت الکرسی ها میخونیم، یا از خونه میخوام بریم بیرون حتما آیت الکرسی ها میخونیمش. حالا من معجزه‌های دیگرش رو میخوام بگم. اگر تو کارتون گره افتاده باید 14 مرتبه آیت الکرسی رو بخونید. برای اینکه از چشم زخم محافظت بشین 7 مرتبه آیت الکرسی رو بخونید. برای اینکه پاکسازی بشه انرژی‌های منفی از خونتون، از دعوا، بحث یا هر چیز دیگه‌ای 3 مرتبه باید آیت الکرسی رو بخونید. 1 مرتبه صبح، 1 مرتبه ظهر و 1 مرتبه هم شب. برای جذب پول و خیر و برکت نامحدوده. و برای باز شدن قفل‌های مالیتون، گره‌های مالیتون، گشایش تو کاراتون 100 مرتبه، 110 مرتبه آیت الکرسی رو میخونید. زبونبند خیلی قوی برای افراد حسود، برای دشمناتون 41 مرتبه آیت الکرسی رو میخونید. و داشتن محافظ نامرئی 19 مرتبه آیت الکرسی رو میخونید. انشالله که موفق باشید. عزیزای دلم، ساب و لایک یادتون نره، زنگوله بغلم فعال کنید تا از ویدیوهای جدید من با خبر باشید. خیلی دوستتون دارم و برایتون آرزوی آرامش و سربلندی میکنم و شما را به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.